پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که ان الاسلام بدا غریبا، اسلام می قسم آغازش در حالت غربت شده بود و سیعود کما بدا، باز میگرده اسلام دمو حالتی که مثل که اول آغاز شده بود. امروز اسلام امو رقم اول واری است یا نیست؟ امو اول واری است. حرکاتی که تو انجام میدی مستند با دلیل قرآن و حدیث، خب لیکن پیش مردم چیست؟ ناشنا. چی مجده داریم ما و شما، چی افتخاری داریم وقتی که اینطور حالت سر ما میاد و ما در اینطور حالت غربت همین مسائل دین انجام میدیم. کی براتون دعا کرده، کی خوشخبری داده، کی بشارت داده. ما و شما در اصطلاح عامکی خود میگیم سیبنچی خورده، شیرینی خورده. رسول الله صلی الله علیه وسلم کی برای ما مجده داده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چی مجده برای ما داده؟ فطوبى للغرباء، خوشبختی برای کی است؟ غربا. او کسایی که در بین جامعه غریب است، ریشش میبینی با دیگاه فرق داره، کالایش پایچایش میبینی با دیگاه فرق داره، سات انداختنش میبینی با دیگاه فرق داره، نمازش میبینی با دیگاه فرق داره، تویش میبینی با دیگاه فرق داره، جنازهش میبینی با دیگاه فرق داره، چالان کردن موترش میبینی با دیگاه فرق داره، آب خوردنش میبینی با دیگاه فرق داره، او پرتافتنش میبینی با دیگاه فرق داره، دعای بعد از طعامش با دیگاه فرق داره. غرباست. به شرطی که ما خود غربا جور کنیم. رسول الله برای ما مژده داده. خوشحالی برای کیست؟ توبا نام یک محل جنت هم است. هر کدامش که باشه افتخار است. الله ما و شما را جمله غربا حساب کنه. خب کیست غربا؟ وقتی این بشارت صحابه شنیدن که پیغمبر علیه السلام میگه فطوبى للغرباء، سوال شد قیل من هم یا رسول الله، این غربا کدام مردم است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک روایت میگه الذین یصلحون اذا فسد الناس، غربا کسانی هستند که وا صالح هستند، کاری درست انجام میده زمانی که مردم فاسد شدن. مردم تراویح را تیز تیز میخوانه، آیسته آیسته میخوانه. مردم تراویح را بدعتا دایش کشیده، ای مطابق طریقه پیغمبر میخوانه. نماز مردم بی وقت میخوانه، ای دو وقت میخوانه، ای دو وقت مستحب میخوانه، ای دو اول وقت میخوانه. مردم رکوع قومه و جلسه را مراعات نمیکنه، ای مراعات میکنه. مردم خشوع و خضوع را نمیشناسه، ای خشوع و خضوع را میشناسه. یک کسی آمده بود در مسجد ما، روز جمعه بود، نماز طولانی شد، میمان بود قطما. پس که بر آمدیم گفت مولی سی مولایتان هر صبح که همی قدر درو درازه شروع میکنه. گفتم چرا؟ گفتی چه قدر درو دراز بود؟ یک صورت مکمل حامیم سجده را خواند، دیگه صورت دیگه را خواند. ملام بود، ایتونه که از دوره فارغ بود. ما برش گفتم که مولی سی محترم، تو خود دوره حدیثه کردی، در نماز صبح روز جمعه کدام صورت ها سنت است که خوانده شود؟ گفت وای یام در حدیث آمده؟ ما گفتم باز رفتم در خانه کتاب پایین کردم، یه حدیث خواند. خیر آدمی خوب بود، آدمی نیک بود. گفت مولوی صاحب آلی ما فهمیدم که این حصه است، سهمی است که الله به کسی داد. ما قدر شما مقابله نمیتونیم. الله برای شما نوشته کدامی سنت ها را. الله توفیقش داده که شما سرش عمل میکنیم. ما بیچاره یک سنت نه به هزاران سنت از پیش ما باقی مانده. بعد از برش یک کمی تشریح دادم که مولوی محترم وقتی که نماز شما تنها که سلام دور میده، بعد از این دور دادن سلام چقدر مخالفت سنت پیغمبر علیه السلام میشه نظر به حدیث ها. ما باید بسیار شکر الله سبحانه و تعالی را بکشیم، بسیار شکر الله سبحانه و تعالی را بکشیم. خو لیکن در ضمن ازی بسیار دلسوزم سر همین ملت مظلوم باشیم. همین مردم بیچاره که سالا از این سنت ها آگاهی نداره، خبر نداره، از این فضیلت ها چیستن محروم هستن. ما باید تلاش بکنیم که یاره داخل امی فضایل بسازیم، راودار باشیم که یام از امی فضایل بهره برداری کنه، از امی نعمت ها بهره برداری کنه.
این مسئولیت ما و شماست، این وظیفه ما و شماست. خو دعوت دو قسم است. ما دیگه مردم به زبانمون دعوت میدیم. خو یک راه دعوت عملی است. پیغمبر علیه السلام که میگه که الذین یصلحون اذا فسد الناس، غربا کسانی هستند که وا مردم صالح است، یعنی در تطبیق عمل مطابق سنت پیغمبر علیه السلام اول نمره است. با چشم سر مردم مشاهده میکنه، میبینه که مردم ها به یک طرف قرار داره یا به طرف دیگه قرار داره. از ما مطالبه است زمان ما این مجده سر ما تطبیق میشه که ما واقعا در عمل سنت های پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی کنیم؟ پیاده کنیم.